علیکم. سلام علیکم. خود رو معرفی میکردید؟ علی منشه صدوق کماندر فوتبال پیمو. سلامت باشید. تیاری ها چه به فینال؟ تیاری خوب. چه چی سورپرایز آورده بود؟ سورپرایز والیبال به دست اومد. بهترین برای شما بربری خواهانم. زنده باشید. علیکم. علیکم سلام. خود رو معرفی میکردید؟ من باباخانов ارباب هستم، سرمربی دسته رومیت یک. بهترین از چی سورپرایز آورده برای دسته حریف در این فینال؟ ما میخواهیم دسته حریف رو غلبه به دست بیاریم. بهترین است برای شما موفقیت بربری خواهانم. رحمت. زنده باشید. خب سلام علیکم. و علیکم سلام. خب خیلی که ما میدونیم شما ناروف سوراب یکی از تشکیل کنندگان همین چمپیونات فوتبالی کمیته جوانان شهر وحدت است. تیاری چه برای گذراندن فینال؟ تیاری خوب است. ما یکی از داورهای بهترین رو انتخاب کردیم که تاکی بازی در سطح عالی گذرد. خب برای شما بربری و موفقیت خواهانم. زنده باشه. سلامت باشه. Astro. برای رئیس محلات بودن میتونن همه وقت
سردار دسته فکر پوینو خب برای شما ما عرض یعنی که همدردی بیان میکنیم که جای دوم اشغال کرده. اولا نه چی گفتنی داره؟ بهترینه بهترین که میفهمه زنده باشه. رو افتادن نیستی آخه؟ زنده باشه. برای شما موفقیت. شما رو تبریک میکنیم که جام کمیته جوانان شهر وحدت رو به دست آوردید. شما چی گفتنی دارید؟ ما میخوایم در آینده باز هم بالاتر رویم. بهترین است. ما هم کوشش میکنیم و دعاگوی هستیم که چنین چمپیونات ها بسیار شود و شما دویم یعنی که سزاوار چنین جام ها باشه. برای شما موفقیت. زنده باشه.